سلام، سرخط خبرها. ولیعهد شاهی عربستان سعودی گفت به تاجیکستان می آید. تاجیکستان سفری صدها نفر قرضدار به خارج را ممنوع کرد. یک سامانه ممنوع در تاجیکستان نامش را تغییر داد. مقامات روسیه بیش از 20 مهاجر را جریمه کردند. این و دیگر خبرها در ادامه برنامه را با خبری از اوکراین آغاز میکنیم. صبح امروز منصبداران اوکراینی اطلاع دادند که 3 روز پی هم حمله های روسیه به هدفهای ملکی و انبارهای ولایت‌های جنوبی ادیسا و میکولایف ادامه دارند. ویتالی کیم رهبر ولایت میکولایف میگوید بر اثر حمله های روسیه یک بنای استقامتی 3 آشیانه ضرر دیده، کمش 18 فرد ملکی و از جمله کودکان جراحت برداشتند. در ادیسا رهبر نظامی این ولایت سرگئی کیپر گفت در نتیجه آتش روسیه انبارهای گندم و روغن زیان دیدند. نظامی حمایه ضد هوایی اوکراین ابراز داشته است که جمعاً 23 هواپیمای بدون سرنشین، 13 موشک بالدار کالیبر و یک موشک بالدار نوع X-59 به ضرر گردانیده شد. در این بین رهبری از طرف مسکو تعیین شده در نیم جزیره کریم اشغال شده میگوید شب گذشته از آتش هواپیماهای بدون سرنشین اوکراین یک دختر نورس به هلاکت رسید. روز 20 ایول سرگئی اکسیونوف در شبکه اجتماعی تلگرام نوشت که بر علاوه فوت نورس بناهای معموری تخریب شدند. خبر اکسیونوف از طرف منبع‌های مستقل تصدیق نشده است. یک روز پیش از آن در نتیجه ترکش و سوختار انبارهای اسلحه نظامی روسیه هزارها ساکن کریم اشغال شده به منطقه‌های امن انتقال داده شدند. محمد ابن سلمان آل سعود ولیعهد شاهی عربستان سعودی گفته است که به تاجیکستان سفر خواهد کرد. او این حرف را روز 19 ایول در دیدار با امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان گفته است. امامعلی رحمان که برای شرکت در یک همایش منطقه‌ای به عربستان سعودی سفر کرده بود، با ولیعهد شاهی عربستان سعودی همکاری‌های تاجیکستان با این کشور را بررسی کرده است. روز گذشته امامعلی رحمان در این کشور طواف کعبه کرد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان گفت که امامعلی رحمان بار پنجم است که طواف کعبه میکند. این عمل امامعلی رحمان را جانبدارانش همچون ارجگذاری پرزیدنت به دین اسلام معنیداد کردند. مخالفان میگویند در تاجیکستان سیاست‌های سرکوبگرایانه دوام دارد و مناسبت مقامات با دین سختگیرانه است. مقامات روسیه در ناحیه ادینسوی مسکو 25 مهاجر تاجیک را بازداشت و جریمه کردند. این مهاجران تاجیک با ارسال نوار بر رادیو آزادی گفتند که آنها را روز 19 ایول بازداشت نموده به شعبه پلیس بردند. مهاجران میگویند در ساختمان کار میکردند و سندهایشان درست بود، ولی تنها با پرداختی از 5 تا 10 هزار روبلی از بازداشت رها شدند. یکی از مهاجران گفت 10 مهاجر دیگر که چند روز پیش از آنها بازداشت شده بودند دست جمعانه از روسیه اخراج شدند. مقامات روسیه و مقامات تاجیکستان هنوز این حادثه را شرح ندادند. روسیه مکان کاری صدها هزار مهاجر تاجیک است و سالانه مقامات این کشور با بهانه‌های ناچیز هزاران نفر را اخراج می‌کنند. در اکثر حالات مهاجران اخراج خود را غیرقانونی و یک نوع فشار مقامات روس نسبت به مهاجران تاجیک می‌دانند. جنجال دو همسایه در کولاک که با کارد زنی و مجروح شدن یکی انجام یافته بود تقریبا سال باز دوام دارد. نفری که کارد خورده است میگوید مقامات همسایه کارزنش را جزای سزاوار ندادند. چرا جنجال همسایه ها تا کارزنی رسیده است و ریشه جنجال ها چیست؟ در برنامه اخباری آزادی در این باره گزارش داریم که آن را 4 ساعت پس تماشا کنید. خدمات اجرایی تاجیکستان میگوید در 6 ماه امسال به فهرست یگانه قرضداران نام 2600 نفر دیگر را وارد کرده است تا از کشور بیرون شدن نتوانند و قرضهای خود را به بانک و یا مؤسسه و یا افراد علاهیده برگردانند. خدمات مذکور با نشر یک بیانیه رسمی گفته است در نیم سال گذشته بیشتر از 850 قرضدار که میخواستند به خارج بروند به سبب قرضداریشان از راه برگردانیده شدند و بعد این بیشتر از 7 میلیون سومانی را قرض را برگردانیدند. در بین این افراد صدها نفر صاحبکاران بودند که بنابر رسمیات زیادی دولتی، رشوه‌خواری و مشکلات صاحبکاری قرضدار شدند. سالانه هزاران صاحبکار در تاجیکستان به سبب همین گونه مشکلات خود را ورشکسته و یا مفلس اعلان میکنند.
نشریه اینترنتی پامیر دیلی نیوز که اساساً تحولات ولایت بدخشان را انعکاس میکند و دادگاه عالی تاجیکستان آن را ممنوع اعلام کرد، نامش را در شبکه‌های اجتماعی تغییر داده است. روزی گذشته دادستانی کلی تاجیکستان اعلام کرد که سامانه و صحیفه‌های پامیر دیلی نیوز در تاجیکستان ممنوع و سازمانی اکستریمیستی دانسته شده است. روزی 20 ایول در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک نام پامیر دیلی نیوز به پامیر اینسایت تغییر نام کرد. در خبرنامه مسئولان این سازمان اعلان کردند که آنها پس از تصمیم مقامات نام صحیفه‌اشان را دیگر کردند. آنها گفتند که کاربران باید نترسند چون مقامات تنها پامیر دیلی نیوز را ممنوع کرده است و پامیر اینسایت در روی خط سامانه‌های ممنوع تاجیکستان نیست. در خبر این سامانه گفته می شود که آنها با نام نو که دیگر در روی خط سازمان‌های ممنوع نیست کار خود را دوام خواهند داد. مقامات تاجیکستان گفتند سامانه‌های اینترنتی پامیر دیلی نیوز در حدود کشور بسته شده، شهروندان در صورت همکاری و کمک با آن به جوابگری کشیده می‌شوند. پامیر دیلی نیوز بیشتر خبرها درباره وضعیت در ولایت مختار کوهستانی بدخشان را نشر می‌کند. در اعتراضهای ماه می و ایون سال گذشته در شهر خاروخ و ناحیه روشن، پامیر دیلی نیوز لحظه به لحظه این تحولات را نشان می‌داد. و در پایان برنامه برایتان قربی اسعار در تاجیکستان را میگوییم. بانک ملی به طور رسمی برای روز 20 ایول $1 آمریکایی را 10 سامانی و 92 درهم، 1000 روبل روسی را 120 سامانی و 1 یورو را 12 سامانی و 25 درهم مقرر کرده است. یادآور می‌شویم که قربی اسعار در بانک‌های تجارتی گاه از قربی رسمی کمی فرق می‌کند. خبرهای بیشتر و گزارش‌های ما را در برنامه اخباری آزادی انتظار باشید که ساعت 16 به وقت مسکو و 18 به وقت دوشنبه پخش خواهند شد. خدا نگهدار.